سلام دوستای قشنگم، بریم با هم دیگه یه غذای فوری که تو 5 دقیقه حاضر میشه با پنیر و تخم مرغ درست کنیم. ما گیلانی‌ها بهش میگیم پنیر برشته. مواد لازمش فقط پنیر و تخم مرغ، شوید، زردچوبه و نمکه. ما مایتابه رو میذاریم که گرم بشه، روغن داخلش میریزیم و بعد پنیر رو اضافه میکنیم. بعضیا پنیر و تخم مرغ رو همون لحظه اول اضافه میکنم، ولی من پنیر رو اینجا یک مقدار کوچولویی تفت میدم که خودش رو باز کنه، نرم بشه پنیر. وقتی که باز شد پنیر، قشنگ سرخش کردم به این شکل. هیچ کاری، همه جور پنیر میتونید استفاده کنید، هیچ کاری نداره. بهش شوید و زردچوبه و نمک رو اضافه میکنم. نمک خیلی کم میزنم چون پنیر خودش شوره، زیاد نمک بهش نمیزنم. به خاطر تخم مرغ که اضافه میشه یک مقدار کمی بهش نمک میزنم. بعضی هم دوست دارن میتونن نمک رو نزنن. شوید و داخلش میریزم و اینو با هم دیگه یه تفت کوچولو میدم. وقتی قشنگ باز شد پنیرم و به درجه سرخ شدن رسید، من اینجا بهش تخم مرغ رو اضافه میکنم. وقتی تخم مرغ اضافه کردیم همینجوری باید یک سره هم بزنیم، انقدر باید هم بزنیم این پنیر رو و تخم مرغ که قشنگ سفت بشه، یعنی کاملا باید سفت بشه، یعنی حتی ته بگیره. هرچی سفت‌تر باشه خوشمزه تره. به همین صورت من یک سره همش میزنم، یعنی کاملا باید یه سره هم بخوره. یعنی حتما این غذا رو درست کنید، خیلی خوشمزه است، کیف میکنید، یعنی میشه پای ثابت غذاهاتون، یعنی تو منوی غذاییتون هر هفته هستش. ببینید بچه ها، به این صورت باید سفت باشه، بعد میتونید نوش جان کنید. این پنیر برشته ما در عرض 5 دقیقه حاضر میشه و شما سریع ترین غذا رو با کمترین امکانات دارین و میتونید هم با برنج هم با نون استفاده کنید. حتما پیجم رو ساب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی خوشمزه من باشین. دوستتون دارم.